من اصلا غیرتم قبول نمیکنه شیعه مولا رو مفبری کنن. بابا نصف بدن بچه بیرون مدرسه بود. بابا من چطور میتونم این بی تفاوت رد شما؟ بابا هموطنامونو داره میزنه تیکه پاره میکنه، چطور من میتونم چشممو ببندم شیعه مولا رو بزنه جلوم؟ اینی که بی تفاوت نباشی مثل این حرفا رو بریز دور. به ما چه ربطی داره؟ نداره. خودت هم میزد میگفتی همین حرفا، نمیگفتی که. بابا شیعه مولا رو داره میزنه. ما همه مشهوریم به غیرت، هر کی هرچی دوست داره بگه. من هرچی صلاح بدونم درسته اون انجام میدم به وقتش. من اصلا غیرتم قبول نمیکنه شیعه مولا رو مفبری کنن. شیعه خودش یه نفر با 1000 تا این حرومزاده برابری میکنه. تازه من اشتباه دارم میگم به والله. اینا مال این حرفا نیستن، به سید و شهدا مال این حرفا نیستن.